بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یکتای بی همتایی، قیوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از شرک مبرایی، اصل هر دوایی، داروی دلهایی، ضعیفان را پناهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آن که تو خواهی. پس یا عزیز به نام تو آغاز میکنم که نامت بهترین و زیباترین نام هاست، کلامت برترین و شیواترین کلام هاست و البته یادت هم آرام بخش دل هاست. سلام و درود میفرستم بر حبیبت و سفیرت که رسول گل هاست و رحمت به جان هاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. سلام مردم، هم نفسه نازنین و دوست داشتنی و همیشه یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی ممنونم که انتخاب شما یاد خداست از شبکه قرآن و معارف سیما. یاد خدایی که همچنان مشرف هست در مسجد شریف امامزاده ابراهیم و محمد علیهم السلام در خیابان امامزاده ابراهیم شهر مقدس قم. ما نایب الزیار شما در این امامزاده با صفا که هر دو عزیز از فرزندان امام کاظم علیه السلام هستند نایب الزیارتون هستیم، ولی دعا میکنیم شما بعد از زیارت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها خیلی زود پاتون باز بشه به این حرم و بارگاه آسمانی و خیلی دلنشین که خیلی دست خالی میان ولی دست پر برمیگردن. ان شاءالله شما مشرف بشید و دست پر برگرد. با این امید و آرزو ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه خودتون رو تماشا بکنید. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بگم به استاد عزیزم استاد محمدی شاهرودی که دوباره قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم، خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مخلصیم. منم خوشحالم که خدمت شما بود. زنده باشین. خدمت از که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شما و عزیزان بیننده هست بر زبان ما و شما جاری بشه و پرسش‌های دوستان مطرح میکنن. زنده باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبول طاعات، عبادات که از بهترین عبادت ها همین تعلیم و تعلم هست که انسان وقتش رو صرف این بکنه که معارف دین رو یاد بگیره. آیه 122 سوره مبارکه بقره تفقه در دین رو معادل جهاد در راه خدا قرار داده. میگه همه نرن جهاد، یه دیوانه پیش بعد تفقه در دین پیدا میکنن که اونایی که رفتن برگشتن اینها اونها در اختیار اونها قرار بدن تا اونها هم برحذر باشن و انذار بشن. خب بس همین هست، چنانکه قرآن به پیامبر میفرماید که خداوند میفرماید که قل رب زدنی علما. به پیامبر میگه که خدا علم زیاد کن. پیامبر با همین عظمتش ولی نیاز به ازدیاد علم داره. انشالله که با این برنامه که حالا گفتگویی است با دوستان عزیز بیننده علم من و شما و دوستان هم زیاد بشه، چون حقیقت علم چند تا روایت داریم در این باره. کلید ورود تو حوزه‌های علم پرسشه. بله. که و مفاتیح السؤال چند تا روایت داریم. العلم خزائن و مفاتیح السؤال. برای اینکه یه تداعی بشه برای مردمی که مباحث قبلی شما رو دنبال کردن تا قبل از فاطمیه و احیانا کسانی که حالا از ابتدا دارن بیننده برنامه ما شدن، اگه ممکنه یه سرفصلوار اون مباحث رو که تا به یادم میاد به صفات الهی رسیدیم تا اونجا، از ابتدا تا اونجا رو سرفصلوار بفرمایید، بعد بریم وارد بحث جدیدمون بشیم. بله ممنون. درباره خداشناسی که یکی از مباحث بسیار مهمه، بیشتر از 1/3 قرآن بحث خداشناسی است، مستقیما غیر مستقیم خیلی بیشتر از این حرفا. ما 3 فصل مهم میتونیم داشته باشیم. یکی بحث اثبات ذات باری تعالی. بله. که هواییت ما برهان پیدا اقامه کردیم. که بحث صفات که الان توش بودیم. فصل آخر فصل افعاله.
درست. که در بحث افعال ما 5 فصل رو انشالله مطرح خواهیم کرد. حالا دوستان ما اگر بخوان سوالاتشون تو این 5 فصل یا هر جای دیگه فکر می‌کنم بفرستن خوبه. که بحث عدل الهیه، که بحث قضا و قدره، که بحث جبر و اختیاره، که بحث فلسفه آفرینشه، فلسفه حیاته، یکم بحث سنت‌های الهی در زندگی انسان. درست. این 5 فصل به افعال خدا مربوط. افعال خدا. پس اثبات خدا، صفات خدا که توحید هم جز صفات خدا بود و بعد هم افعال. خیلی خوب. خیلی خوب. حالا من یه سوالی برام پیش اومد موقع که بحث صفات رو داشتیم. این سوال خوبیه برای اینکه به نظرم پلی خواهد شد بین بحث صفات و افعال که فرمودید اولیش رو عدل فرمودید، اتفاقا راجع به همینم هست. سوالی که هست اینه که عدل یکی از صفات خداست، خدا عادله، اما میبینیم که عدل اومده توی اصول دین قرار گرفته. یکی از اصول دین ما عدله. چجوری میشه که یکی از صفات الهی میاد جزو اصول دین قرار میگیره؟ بله، اتفاقا این صفت عدل باشه از صفات فعل هم هست، از صفات ذات نیست. بله، مثل قدرت و علم و حیات اونها نیست. درست. صفت فعله که درجهش از اون صفات پایین تره. این برمیگرده به همون قدرت و برمیگرده به همون صفات ذات، اما اومده جزو اصول دین شده و بله همطور که فرمودید برجسته شده در بحث کلام. شاید بیشترین چالش ها در بحث کلام هم بحث عدل الهی. هر کتابی که در کلام مطالعه کنید بیشترین محور چالش ها همینه. یک دلیلش همینه که در طول تاریخ این علم کلام و عقاید بیشترین حرفا سر عدل بوده. یه گروهی به نام اشاعره رفتن اون طرف که عدل و بی معنیش ما بیم انکار کردن، گفتن شما چیکار هستید برای خدا تعیین تکلیف میکنید، این خوب خدا باید انجام بده، این بد خدا نخواهد انجام بده، هرچند خسرو کنه شیرین بود. بینها که اشاعره که میگن حالا جبری مسلک یا اینا عدل انکار میکنن، مثلا میگن اصلا عدلی که شما چیکارید، میگین این عدله، هر کار خدا کرد اون عدل. ممکنه دوست نداشته باشه عدل باشه یا نه. بله، اون میگن اگه پیامبراش هم برد تو جهنم عین عدله. عدل اون هر اتفاقی بیفته اون عدله. بله، ممکنه برداشت ما غیر از این باشه اما اون عدل. بله، اصلا میگن شما چیکارید، میخواید عدل مشخص کنید. فعل خدا خودش عدل، هر کار خدا کرد عین عدالته. درست. اشاعره. نکته مقابلش دو گروه هستن، شیعه و معتزله، بهشون میگن عدلیه. اینا میگن نه، خب عقل ما میفهمه یه کار خوبه کار بده دی. عقل ما میفهمه که عدل خوبه، ظلم چیه؟ بده دیگه. یعنی اینها ذاتاً ظلم بده و ذاتاً عدل خوبه. دلیلش اینه که کسانی هم که دین ندارن همینجوری فکر میکنن. چون هر جا دنیا که بری میگن عدالت خوبه. الان تو این جریان فلسطین میبینید کسانی هم که دین هم ندارن ولی همه در مقابل اون صهیونیست‌ها ایستادن که شما چرا ظلم میکنید. یعنی آدمای منصف و آزاده دنیا تشخیص میدن که خب اینجا اوغلا یا این بده، احسان خوبه، بدی کردن بده. در ذات عدل حسن وجود داره، همینطوره. در ذات ظلم قبح وجود داره. این حرف عدلیه هست. درست. یک که اینا حسن قبح ذاتی دارن. دو، عقل ما تشخیص میده. عقل ما تشخیص میده که این ظلم بده، اینم اصلا عدل خوبه. اینا بهشون عدلیه. بیشترین دعواها سر این موضوع بوده در طول تاریخ علم کلام. یعنی چاق‌ترین بخش علم کلام همین بخش عدل الهی بود. یکی دومی که برخلاف اون بحثایی که ما در گذشته داشتیم، اون بحثا بیشتر بحث نظری و انتزاعی اینها بود. این بحث کاملا کاربردی، همینطوره، مبتلا به و عام البلواست. شما تو هر جلسه برید که بخواد مثلا سوال از ما بپرسن، بخش قابل توجهی درباره همین عدل الهی است. این عام البلوا بودن، این که مبتلا به همه مردم هست، باعث برجستگی این صفت از صفات خدا شده. الان شما حالا انشالله جلوتر خواهید دید که مردم سوالهای زیادی دارن. درست. انواع سوالها. اصلا کم، حتی برنامه‌های زنده‌ای که ما داریم، برنامه کم اتفاق میفته که شما یه برنامه اجرا بکنید که 2 تا 3 تا راجع به عدل الهی اصلا سوال نکنن. این 2 نکته که عرض کردم،
چون ویژگی جمعی و اجتماعی داره به نظرم علاوه بر فردی. همینطوره، عموم جهان رو در بر میگیره. هم فردم هست، جمع هم هست. خدمت شما عرض کنم که همه با این مسئله درگیره. این عامل بلوا بودن، مبتلا به بودنش باعث شده که این صفت برجسته بشه و روش بیشتر بحث بشه و همین باعث شده که بخش اعظم کلام رو یا بخش قابل توجه از کلام رو این بحث عدل الهی تشکیل بده. البته خصوصیت دیگه هم داره که حالا عرض کنم که خود قرآن هم بهش توجه زیادی کرده. اینقدر که قرآن راجع به اینکه خداوند عادل است صحبت کرده و راجع به صفاتی صحبت نکرده. عجب. این هم خودش باز یک دلیلی است که پس این بحث عدل باید مطرح بشه. ولی این عرض کردیم عدل از صفات فعله و صفات فعل در درجه بعدی قرار دارن. صفات فعل برمیگردن به صفات ذات، چون که برنامه گذاشته عرض کردیم صفات ذات هم عین ذات. این وجه این که این صفت از بقیه صفات جدا شده و اومده جزء. و الان ما هم که گفتیم که بحث افعال اولین موضوعی مطرح کردیم چی بود؟ عدل خدا، همین فعل خداست دیگه. چرا خدا این مثلا این کارو کرده، چه خدا کار کرده، این میشه بحث عدل الهی. حالا ان شاء الله در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. خب همونجوری که فرمودید یه بحث پرچالشیه حتی بین علما که بوده در طول تاریخ و اینها، ده عموم مردم هم هست. یعنی یه شبهه، یه محل سوال هست برای مردم، اینه که خیلی ها میگن که خدا چطور عادله که بعضی از انسان ها سالم به دنیا میان، بعضی ها ناقص، چرا همه سالم به دنیا نمیان؟ خدا، عدالت خدا چجوری حاکمه تو دنیا که بعضی ها در خانواده فقیر و مستمند زندگی میکنن و به دنیا میان، بعضی ها توی خانواده ثروتمند و متمول، بعضی ها توی شهر و کشوری که امنیت و آسایش و آرامش و همه چی فراهمه مثلا حالا تا حد بالایی، بعضی ها توی محیط و جامعه‌ای که نه امنیت نیست مثلا. یا چرا بعضی از آدما بهره هوشی فوق‌العاده بالایی دارن به لحاظ ارثی که به دنیا میان، بعضیا نه. اینا و امثالهم میگن بنابراین ما نمیتونیم بگیم خدا عادله، داریم با چشم میبینیم دیگه. شما چرا اصرار دارید بگید خدا عادله؟ این چجوری جواب میدید؟ چند نکته رو از هم مثلا داشته باشم. نکته اول این که پاسخ رو این سوال که حقش ادا بشه، اون 500 صفحه کتاب عدل الهی نصف این سوال پاسخ. 500 صفحه تازه نصف این سوال پاسخ میده. بقیه‌اش بعد از جای دیگه آورد. مثلا اون کتاب دیگه از منظر عدلیه نگاه نکرده، باید از منظر دیگه. این یک نکته. نکته اون که دوستان عجله نکنن، بحثا رو پیگیری بکنن، چون با یک پاسخ و دو تا پاسخ تمام نمیشه. تا برسیم به آخرش طول داره. دوستانی که اهل مطالعه هستن، اگر شما تفسیر کشاف زمخشری رو بخونید، ببینید همش بس همین عدلیه و معتزله هست. یعنی نماد تفسیر معتزله در بین تفسیر اهل سنت همین کشاف زمخشری. بله. از اون طرف اون مفاتیح الغیب فخر رازی، تفسیر کبیر فخر رازی بخونید، ببینید نماد جبرگرایی است. دقیقاً اشاعره. درست موقع گاهی از یه آیه درست عکس هم استفاده کردن. اون میگه این بر جبر داره، نداره، میگن اخی این بر تفویض. بسیار شاید صدها آیه رو زمخشری گفته ببین که این بر نظر ما دلالت داره. اون طرف هم فخر رازی هم صدها آیه رو گفته ببین که بر نظر ما دلالت داره. خب عرض می‌کنم که چند فصل ما بحث خواهیم کرد ان شاء الله. یک فصل اینه که ببخشید معذرت میخوام، تا اینجا در واقع طرح موضوع شد. بله. راجع به شبهاتی که به عدل و عدالت خدا و اینا، البته ایرادها و اشکالات خیلی زیادتر از بله طرح موضوع کلی شد. ایرادات و اشکالات هم به مرور ها شاید بازم مطرح بشه. شما فهمیدید علما و شعرا و ادبا و منم از عموم مردم مثال زدم که آقا خدایی تو شکر، آخه این باید اونجوری بشه، من اینجوری فلان حرفا، با زبان بی زبانی شروع می‌کنیم شکوه و گلایه از بی عدالتی که مثلا خدا حاکم کرده در دنیا. این تا اینجا بمونه که فرمودید پاسخش هم مفصل نسبتاً. این فرمودید 3 فصل داره جواب این سوال؟ نه، فصول متعدد داره. یه فصلش اینه که میخواستم بگم یه فاصله بگیریم برای نداره. ما یه فصل اینه که یک نگاهی به مشرب ها و به دیدگاه ها داشته باشیم.
بعد وقت راجع به این موضوع بعد می‌بینید که اصلا عدل یعنی چیه. بعد این ایرادها و اشکالها رو همه رو دسته‌بندی می‌کنیم، چون اینا سطرها ایراد میشه. آره نمیشه تک تک جواب داد. باید جمع کنیم یک جا، دسته‌بندی کنیم، بگیم پاسخ این هست. این چند جلسه طول می‌کشه ببینیم تا که شاید که دو تا توکل به خدا. خب پس این شمای کلی شد از آنچه که در پیش داریم در پاسخ دقیق نسبت به این شبهه که شبهه فراوانی هست که وارد شده در طول تاریخ. از جمله حال یه فاصله اگر اجازه بدیم بگیریم و برگردیم، شما به تأملی داشته باشید راجع به این موضوع، ببینیم که استاد چطور پاسخ میدن به این سوال. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که هنوز مقابل تلویزیون نشستین و میخواین در واقع پاسخ به یک سوال و شبهه اساسی که درباره عدالت الهی هست رو از زبان استاد عزیزم استاد محمدی شاهرودی بشنویم. منم مثل شما سراپاگوشم. آقا بفرمایید. ولی عرض کردیم که اولین بحثی مطرح می‌کنیم این که دیدگاه‌هایی که در طول تاریخ درباره این موضوع بوده، درباره الهی بوده چی هست. 5-6 تا مشرب رو 5-6 تا مرام رو و دیدگاه رو مشاهده می‌کنیم که خب قابل توجه هست. یک مشرب اون متشرعین، متدینین و کسانی که خب اهل قرآن هستند و اهل روایت هستند و اینها به همون ظواهر آیات روایات بسنده میکنن، میگن خدا گفت من عادلم، شما دیگه فضولی نکنید. یعنی چی ایراد میگیرید؟ شما نمیفهمید دیگه، خیلی قور و تفحص اینا نداشته باشید. شما چی کاری؟ خدا گفت من عادلم، تمام شد. خب خودش مشربی است. عجب. اینا میخوایم تو قالب مثلا برهان قرارش بدیم، میشه برهان لمی. چون خدا عادل است، چون خدا حکیم است، کاراش هم همش عادلانه است، شما نمیفهمید. این خودش مشربی است که حالا موضوع بحث ما این نیست. یعنی چون و چرا نکنید. آره همین دیگه. نظام چرا نداره. خدمتتون عرض کنم که یه عده حسی مذهب های متدین اهل یعنی خدا را قبول دارن، اونها که قبول ندارن که فقط بیان همون ماده خدا اون که هیچ چه وارد نشدن. اما یه عده از خدا باوران قبل از انقلاب من یادم میاد بخی اساتید دانشگاه متدین بودن و بزرگانی بودن، کتاب‌هایی نوشتن، من اسم کتابا رو نمیبرم چون شخص خاص میشه کی بوده، با همین نگاه ماتریالیستی، نه با نگاه حسگرایی، آمپریسم، با این نگاه توجیه کردن، اومدن گفتن که ما مثلا میریم مطالعه میکنیم میبینیم که نه اینجوری شما میگید نیست، اون مثلا ما تجربه کردیم میبینیم که شما میگید عدل نیست، عدل مثلا. از راه همون حسگرایی وارد شدن، از راه همون تجربه وارد شدن. اینم یک نظر هست برای حسگرایان خدا باور. نظرشون نظر اشاعره، اونا میگن که شما یعنی چی میگین این عدل و اون عدل نیست، یعنی چه؟ هرچی خدا گفت همون عدله، هر کاری خدا کرد عدله. شما عدل رو از قبل تعریف نکنید بعد بگید حالا این فعل خدا منطبق بر این تعریف من هست یا نیست. نه، شما عدالت از فعل خدا بگیرید. معیار این که عدل هست یا نیست اینه که خدا گفته یا نگفته. شما الان تو همین بحث وهابی ها اینها به وضوح میبینید چون پیغمبر گفته من هم میگم. حالا میخواد عقل قبول کنه، میخواد علم قبول کنه، میخواد وجدان ها قبول کنه، قبول نکنن. این وحشیگری هایی که مثلا از داعش و از همسال داعش میبینید بر اساس همین نظریه هست. مشرب چهارم مشرب متکلمین عدلیه هست، یعنی شیعه و معتزله. اینها رو بعداً بحث خواهیم داشت انشالله. اینا بر اساس هم حسن قبح ذاتی و حسن قبح فعلی جلو میرن و ثابت میکنن که برخی از امور ذاتاً حسنن، بعضی از امور ذاتاً قبیحن و عقل حکم میکنه که این حسن داره اون حسن نداره، قبح داره. و خدا هم چون حکیمه کار قبیح انجام نمیده. وقت دلیل میارن برای اینکه کار خدا همش شیعه و از تسنن معتزله بله. که تمرکزشون رو اختیار هست. اینا به عدلیه معروفن. به عدلیه معروف. آره. طرفدار عدلن. درست نقطه مقابل اشاعره که جبری هست. مشرب پنجم مشرب حکمای مسلمان و بهتر بگیم حکمای شیعه.
چون اینجا بیشتر حکمای شیعه وارد شدن، مثل مرحوم صدر متعلم سلامه طباطبایی، مثل امام رحمت الله علیهم اجمعین و شاید مطهری دیگران، که حالا مجموعاً میشیم بگیم که حکمای شیعه یا حکمای مسلمان اینا آمدن در چند فصل مسئله بررسی کردن و پاسخ دادن به این شبهه، به این اشکال ها، که اشکال ها خیلی زیادتر از اون شما فرمودید. مثلا چرا تبعیض، چرا تفاوت، چرا جنگ، چرا میکروب، چرا شیطان، چرا سرما، چرا گرما، چرا به همه چی گیر دادن. خیلی زیاده، یک مجموعه. اینا از این راه وارد شدن و پاسخ گفتن. ما هم اول از همین راه وارد میشیم، از راه حکمای اسلامی، حکمای شیعه. چطور جواب دادن؟ بعدم یه اشاره خواهیم کرد به اون بحث عدلیه، چهارمین مورد که فهم. بله، اونایی که متکلمین عدلیه، اینا حکما هستن، اونا متکلمین، دو تا از هم جدا هست و راهشون هم متفاوته. درست. خب این شمای کلیه بحث. حالا سوالهای دیگه وجود داره که ما اول عرض کنم که این اشکال ها رو دسته‌بندی بکنیم، که اشکال ها خیلی زیاد هست که عرض کردم که بخواد جمع بشه شاید چند صفحه بشه، شاید هم بیشتر. آره، اینا رو یک دسته‌بندی بکنیم، ببینیم اصلا قضیه چی هست، بعد میریم سراغ بحث بعدی که ببینیم که عدل یعنی چه، ظلم یعنی چه، درباره خدا عدل معناش چیه. یا مثلا فرض کن عدالت که ما در جامعه ببینیم فلان عادل باشه، امام جماعت عادل باشه، خدا عادل یعنی اینجوری عادله، مثل امام جماعت، مثل مرجع تقلید، مثلا قاضی، یا اون عدالت معنای دیگه داره. یا مثلا میگیم که شما عدالت رو مراعات کنید، باید عدالت اجتماعی باید برقرار بشه، حقوق باید مثلا مراعات بشه. آیا اون دور خدا میشه اینا رو گفت؟ اینا انشالله بعداً بس خواهیم شد انشالله. خیلی ممنونم استاد محمدی شارودی عزیز، خدا خیرتون بده، استفاده کردیم مثل همیشه. انشالله که این بحث رو بیننده های عزیزمون هفته آتی دنبال بکنن تا به یه پاسخ دقیقی برسیم درباره سوالات و شبهاتی که مطرح میکنن درباره عدل خدای بزرگ و مهربان. اوامر ندارین؟ مستعان. زنده باشید، محتاجیم به دعای خیرتون. ممنونم از اینکه تا پایان برنامه خودتون تماشا کردید. 162 شماره روابط عمومی سازمانم، اظهار نظر بفرمایید، ممنون میشم. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.